پوست سر چرب راهکارش زیاد شستن نیست، باید کنترل چربی بشه. یعنی باید یه روتین منظمی برای شستشومون انجام بدیم. یعنی یه چرخه شستشو باید داشته باشیم که این چرخه شستشومون 1 روز در میون و 2 روز در میون باید باشه. یعنی یه بار 1 روز در میون موهاتون رو میشورید، بعد از اون 2 روز در میون میشورید. این چرخه رو ادامه میدید تا اینکه موهاتون روی 2 روز در میون فیکس بشه. شامپوی مناسب باید استفاده کنید، شامپویی که pH کف سر رو کنترل کنه، یعنی که بدون سولفات نباشه و شامپویی که سولفات بالا تهاجمی هم باشه نباید استفادهش کنید. و اینکه ما عموما پوست سر چرب رو ما اشتباه میشوریم، میایم اینطوری میشوریم، خب اصلا کف سر تمیز نمیشه. باید با نرمی نوک انگشتامون قشنگ کاملا کف سر رو خوب ماساژ بدین، خوب کف سر تمیز بشه. اگه اشتباه بشوری، اگه شستشوی اشتباه داشته باشی، بعد از حمام مجدد احساس چربی توی کف سرت میکنه. و اینکه حتما کف سرت رو مقدار آب خنک بگیر تا منافذ کف سرت بسته بشه. و یه نکته مهم دیگه این که اسکراب کف سر رو حتما انجام بدید. پاکسازی کف سر خیلی به پوسته‌ای که چرب هستن کمک میکنه که پوست سر تمیزی داشته باشن.